تشکر زیاد. واقعا در جامعه حقوق بنیاد هر یک طلباتی که جای دارد در اساس سندهای معیاری حقوقی پیش بینی کرده می شود. امروز در برابر نامزدها مطابق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده دوم هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید زبان دولتی را داند، چون که زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی است. جمهوری تاجیکستان استفاده، حمایه و رشد زبان دولتی را کفالت می‌دهد. امروز آن نفری که نامزدی خود را پیشبری می‌نماید باید از زبان دولتی برخوردار باشد، چون که مطابق قانونگذاری عمل کننده کارگزاری در مقامات حاکمیت قانونگذار، اجراییه و سودی با زبان دولتی است. حتی مقامات حاکمیت دولتی، مقامات خودادارکنی شهرک و دیهات، اینچنین شخصان حقوقی وظیفه دارند که تکمیل زباندانی کارمندان خود را کفالت دهند، برای آنها برای آموزش زبان دولتی شرایط فراهم آورند. در برابر این هنگام دانستن زبان دولتی، هنگام استفاده برای آن باید که قاعده های املای زبان ادبی استفاده گردد. اینچنین در جمهوری تاجیکستان زبان دولتی در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی استفاده می گردد. از این رو نسبت نامزدها یکی از طلبات‌های اساسی دانستن زبان دولتی در برابر وظیفه مقدس شهروندیشان پیش بینی شده است. ولی شما در آغاز صحبت گفتید که هر یک طلبات قانون بر اساس یک سند معیاری برآورده می شود. خب انا همین بند قانون انتخابات که نامزدها با وکیل باید زبان دولتی را داند، این بر اساس کدام سند معیاری و حقوقی تنظیم شده است؟ تشکر زیاد. واقعا امروز در جمهوری تاجیکستان در سرگاهی همه قانون‌ها سرقانون جمهوری تاجیکستان می‌ایستد و مطابق ماده دوم آن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی است. نسبت نامزدها باشد امروز سندهای علاوه قبول شدند، از جمله در اساس قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان مجلس عالی انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نسبت اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان این مقررات پیش بینی شده است. در اساس قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق جمهوری تاجیکستان نسبت وکیلان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ها، شهر دوشنبه، شهرها و ناحیه ها این طلبات پیش بینی گردیده است و نسبت وکیلان به مجلس های مقامات خودادارکنی شهرک و دیهات جماعت ها قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خودادارکنی شهرک و دیهات این طلبات را پیش بینی می نماید. در برابر این یکی از صلاحیت های کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی معین نمودن مکانیزمی در عمل جاری نمودن طلبات قانون است و امروز 9 ایول سال 2014 کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی سندی را به تصویب رسانید که این ترتیب را مقرر می کند و این سند نام دارد دستورالعمل درباره ترتیب معین نمودن سطح دانستن زبان دولتی از جانب نامزدها از جمله اعضای مجلس ملی، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، وکیلان مجلس محلی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ها، شهر دوشنبه، شهرها، ناحیه ها و جماعت ها. از این رو در جمهوری تاجیکستان این طلبات قانونگذاری سرکرده از کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و سندهای زیرقانونی مستحکم شده است. خب اکنون سطح زباندانی این نامزدها را خود کمیسیون مرکزی انتخابات معین میکند یا یگان نهاد دیگر، یعنی کی چون صلاحیت دارد که با آنها کار کند و معین کند که سطح دانستن موافق طلبات قانون است؟ مطابق دستورالعملی که ما نامبر کردیم امروز معین نمودن سطح دانستن زبان دولتی از جانب نامزدها همچون صلاحیتی کمیسیون حوزوی پیش بینی شده است. یعنی کمیسیون حوزوی اوید به انتخاب اعضای مجلس ملی، کمیسیون حوزوی اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، کمیسیون حوزوی اوید به انتخابات وکیلان به
کمیسیه محلی وکیلان خلق و کمیسیه حوزوی اوید به انتخابات وکیلان جماعت ها. یعنی امروز این صلاحیت به ذمه کمیسیه حوزوی پیش بینی شده است. در برابر این کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی همچون کمیسیه حوزوی انتخابات اوید به انتخابات نفرانی که در اساس رویخط از جانب حزب‌ها پیش بینی شدند و نفرانی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اعضای مجلس ملی آنها در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین می‌گردند، از جانب کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی به واسطه با جلب متخصصان ساحه زبان دولتی گذرانده می‌شود. یعنی امروز مطابق قانونگذاری سرکرده از کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی و کمیسیه های حوزوی داخلدار سطح دانستن زبان دولتی از جانب نامزدها سنجیده می شود. همین چگونه صورت میگیرد؟ ترتیب معین کرده. حالا معلوم شد که کی معین میکند. اکنون همان نهادی که شما گفتید کمیسیه حوزوی با او صحبت میگذارن، از او امتحان میگیرن، انشا میگیرن، صحبت میکنن، چگونه معین میکنن سطح زباندانی او را؟ آن نفری که امروز میخواهد مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعضای مجلس ملی شود، وکیل مجلس نمایندگان شود، وکیل مجلس محلی وکیلان خلق شود یا اینکه مجلس جماعت ها شود، وکیل جماعت شود، هنگام پیشنهاد حجت ها از جمله اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان بعد از 10 روزی پیشنهاد کردن حجت خود آنها از این سنجش گذشته می شوند. یعنی اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان بعد از پیشنهاد کردن حجت در دوام 5 روز که کمیسیه حوزوی داخلدار آنها روزش را معین می کند